5 باری که مردم سعی کردن جن رو احضار کنن و اتفاقات بدی براشون افتاده. شماره 5. فکر میکنم همتون با ویجی بورد آشنایی داشته باشید. یه تخته بسیار معروف برای احضار جن و ارواح. خیلی ها اعتقاد دارن که باید تخته واقعی اون استفاده بشه تا احضار جن واقعا اتفاق بیفته، ولی طبق یه گزارش موضوع خیلی جدی تر از این حرف هست و هر کسی میتونه این کارو انجام بده. یه گروهی از دوستان برای فان هم که شده برنامه اندرویدی ویجی بورد رو در موبایلشون نصب میکنن، ولی اونا نمیدونستن که نسخه اندرویدیش هم به خوبی نسخه اصلی این تخته کار میکنه. اون گروه مثلا مراسم احضار رو با ویجی بورد نسخه موبایل انجام میدن و چند تا سوال میپرسن. بعد از بازی با این تخته، ولی بلافاصله بعد از بازی با ویجی بورد، دوستان و خانواده متوجه میشن که شخص اصلی که داشته با این تخته بازی میکرده یک دفعه تشنج میکنه و به شدت تهاجمی پیدا میکنه. اونا سریع به اورژانس سعی میزنن و اورژانس هم اونو به بیمارستان منتقل میکنه. ولی یه ویدیوی بسیار بسیار عجیب از همین دخترک پخش شده که بریم تماشاش کنیم. Testigos, ella presentó una aparente posesión satánica luego de jugar a la Ouija. صداهای بسیار عجیبش واقعا آزارتون میده. اون دخترک کلمات عجیب غریبی رو پشت سر هم تکرار میکرد. طبق شواهد اون عدد 6 رو 3 بار تکرار میکرد و اون با صدای بسیار ترسناک و گوشخراش عنوان میکرد. به پزشکان میگفت که گوشیش رو بهش پس بدن تا احتمالاً بتونه دوباره به اون بازی برگرده. این دختر رو به بخش روانپزشکی میبرن تا بفهمن دقیقاً علت این اتفاق چی میتونه باشه. شماره 4. ویدیوی آپلود شده از کانال یوتیوب به نام نو بیگی تیوی. اون توی این ویدیو قراره واقعا تخته ویجی رو آزمایش بکنه. اون اوایل ویدیو بسیار بدبینه و در واقع هدف ساختش از این ویدیو این بوده که نشون بده به مخاطبا اینا چرندیات یا خرافاتی بیش نیستن. اون این آزمایش رو با دوستش انجام میده. اون اعلام میکنه من جاش هستم، متولد 1921. اوضاع خیلی آروم داشت پیش میرفت که یهویی جاش میافته زمین و انگار داره تشنج میکنه. ولی زهی خیال باطل، اون داشته دوستشو میترسونده و در واقع داشته شوخی میکرده. یه جورایی هم دوستشو سر کار گذاشته هم مخاطبا رو و اونا دوباره از اول مراحل بازی ویجی بورد رو آغاز میکنن. ولی یه سری اتفاقاتی میفته که از قبل جاش برنامه ریزیشون نکرده. بریم ویدیو رو ببینیم. Dog. The thumping? No, I hear some kind of breathing. That is so fucking spooky. What the fuck? بعد از شنیدن صداهای بسیار عجیب و غریب، جاش به شدت میترسه و از ترس زیادش مراسم رو نصف کار ول میکنه. اون به دوستش میگه من نمیخوام یه خونه تسخیر شده داشته باشم. به خاطر همین تخته رو میگیره و سریع آتیشش میزنه. متاسفانه دیگه ویدیو یا اطلاعات جدیدی از بعد از این اتفاقات از جاش در دسترس نیست، ولی چیزی که حداقل هممون میدونیم اینه که اون مراسم رو نصف کار ول کرده. ویدیوی سوم.
فکر میکنم یکی از وایرال ترین ویدیوهای ویجی بورد توی اینترنت باشه و شاید خیلیاتون این ویدیو رو دیده باشید، ولی خالی از لطف نیست که این ویدیو رو دوباره تماشا کن. ویدیویی ضبط شده از 4 دختر که در حال اجرای مراسم ویجی بورد هستن. ویدیو از جایی شروع میشه که مثل این که واقعا یه سری جوابها رو دارن از دنیای ماوراءالطبیعه میگیرن و مراسم رو ادامه میدن. حالا اونا میرسن به سوال آخر، میخوان سوال آخر رو بپرسن، جواب آخر رو بگیرن و مراسم رو بدون اتفاق وحشتناکی تموم کنن. اونا شروع به حرکت فنجان میکنن تا آروم آروم مراسم رو تموم کنن. ولی اتفاق بسیار عجیب و غریب و ترسناک میفته که متاسفانه مراسم رو نمیتونن تموم کنن. مثل اینکه قبل از اینکه مراسم رو تموم کنن یک روح یا جن به داخل کالبد این دختر میره و کنترل اون رو به دست میگیره. بعد از چند دقیقه میبینیم که یکی از این دوستان دخترک رو در آغوش میگیره و سپس لرز، همین دخترک تسخیر شده، گریه میکنه. اونا به لرز میگن که به آب نیاز داری و اون فقط میگه که دقیقا نمیدونم داره چه اتفاقی میفته. شماره 2. جکسون و دوستش استیسی در نیمه شب حوصله‌شون سر میره و تصمیم میگیرن که یه کاری انجام بدن. احضار ارواح و جن. نفر سومی هم به اونا اضافه میشه، آلیس، که یک جعبه پیتزایی آورده تا بتونن اونا بورد رو روش بسازن. دقیقا با همون ترتیب حروف‌های ویجی بورد رو روی کارتون پیتزا مینویسن. ساعت از 1 بامداد گذشته. اونا یه مکانی رو پیدا میکنن و از یک کلاه کوچیکم به عنوان نشانگرشون استفاده میکنن. حالا شروع میکنن. جیسون از اشاره‌گرا میخواد که حرکت نکنن تا ببینن واقعا اتفاق میفته و خود به خود اون نشان حرکت میکنه یا نه. به طرز عجیب و غریب این اتفاق میفته. اون نشان به سمت چپ حرکت میکنه روی گزینه بله. آیا چیزی یا روحی اینجا وجود دارد؟ بله. جیسون نام اون روح یا جن رو میپرسه. اون اسمش سوزانه و ازش میپرسن که آیا اون یه روح خوب یا بده، که اون میگه که خوب هستم. سوزان با استفاده از کلمات میگه که من دنی رو میخوام، ولی خب هیچ کدوم از اینا نمیدونن که دنی دقیقاً چیه. اونا از سوزان میپرسن که دنی دقیقاً کیه. سوزان حرفی نمیزنه و اون نشان رو به سمت خداحافظ میبره. 3 دوست میتونن اینجا مراسم رو متوقف کنن تا همه چی به خوبی و خوشی تموم بشه، اما اونا از این تجربه لذت بردن. برای همین تصمیم گرفتن مراسم رو ادامه بدن. اونا سعی میکنن که دوباره با ارواح دیگری تماس بگیرن. 3 دایره با لیوان پلاستیکی برای پاک کردن تخته و ارتباط با ارواح جدید. ولی خب این یکی به خوبی سوزان نیست. این دفعه به جایی که نام روح رو از اون بپرسن، جیسون ازش میپرسه تو روح خوبی هستی یا نه، که اون نشانگر رو سمت نه میبره. که این یعنی اونا به این راحتی ها نمیتونن یه دفعی مراسم رو تموم کنن. بعد از چند تا سوال پرسیدن، حالا این 3 نفر کمی ترسیدن و میخوان مراسم رو ترک کنن. دستشون رو از روی اون لیوان بر میدارن و سعی میکنن که مراسم رو تموم کنن، ولی مثل این که این دفعه نمیتونن فرار کنن. لیوان خود به خود حرکت میکنه و کاملا کنترل دست اون ارواح یا جن هست. حالا بریم ببینیم که چه اتفاقی دقیقاً برای این 3 نفر میفته. جیسون به خاطر صدای عجیبی که توی حموم شنیده به اونجا میره تا اونجا رو بررسی بکنه، که میبینید به طور ناگهانی در پشت سرش بسته میشه و اونجا گیر میکنه و صداهای عجیب غریبی از جیسون به گوش میرسه.
و شماره 1. 3 دختر ژاپنی در حال بازی با ویجی بورد در مدرسه شون هستن. البته ناگفته نماند ضبط این ویدیو برای یه برنامه تلویزیونی بوده. چیز قابل توضیحی نیست که بخوام براتون تعریف کنم. بریم که ویدیو رو ببینیم. رفقا اگر خودتون تجربه یا ویدیویی دارین که احساس میکنین که باید توی کانال اسپرا به نمایش در بیاد، حتما وارد کانال تلگراممون بشید و ویدیو خودتون رو ارسال کنید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگه هنوز لایک نکردین لایک ویدیو رو بزنید و نظرتون رو حتما برای ما بنویسید. اگه هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب فراموش نشه. 2 ویدیو خفن و ترسناک دیگه بهت پیشنهاد میشه که اگه ندیدی اونا رو هم بری ببینی. میبینمت رفیق فردا ویدیوی جدید.